سلام، شاید این روزا در مورد اخبار و حواشی نیما تکیدو شنیده باشین. نیما تکیدو یکی از یوتیوبرهای معروف فارسی زبانه که برای اولین بار در ایران ایونتی توی ایرانمال برگزار میکنه در روز 2 مرداد که البته از اونجایی که نمیدونسته قراره با این همه از جمعیت روبرو بشه به مشکلاتی برمیخوره. توی اون حادثه پای نیما تکیدو هم میشکنه که البته بلافاصله اونو به بیمارستان منتقل میکنن و پاشو گچ میگیرن. شب اون روز نیما از خودش ویدیوی منتشر میکنه و از کسایی که اومدن تشکر میکنه و میگه فدای سرتون. فردای اون روز پیج نیما تکیدو رو میبندن و نیما رو دستگیر میکنن که البته به خاطر این حواشی پخش شده که البته هیچ کدوممون نمیدونیم دقیقاً به خاطر چیه. اگر شما هم طرفدار نیما تکیدو هستین لطفاً منو سابسکرایب کنین. ممنون که ما رو دنبال میکنین.